یه نفر اومده از ما میپرسه چجوری انقدر سفر میری، چی لازم داره؟ گفتم پول که حتما لازم داره، حوصله هم لازم داره، ولی مهمتر از همه دیوونگیه. دیوونه نباشه، دنیای پولم داشته باشه، سر سلف چگون برمیگردی. من ماشین چپ کرده بودم تو جنگل، فقط میخندیدم. ماشینم خراب شده بود، گذاشتم تعمیرگاه، ماشین خطی گرفتم و مقصد رسیدم. چرا؟ چون دیوونه‌ام. اون مهمه.